سفال درمانی یک روش قدرتمندیه که برای هر فردی تو هر سنی کاربرد داره. ارتباط لمسی با گل باعث بیان احساسی قدرتمندی میشه و احساسات بلاک شده رو آزاد میکنه. در این روش درمانی که توسط درمانگر هدایت میشه، معمولاً برای درمان اضطراب‌های شدید، ترومای حل نشده و ذخیره شده در بدن و افسردگی و سایر مشکلات روانشناختی استفاده میشه. در این روش درمانی ما از گل استفاده میکنیم تا بتونیم به احساسات درونی خودمون شکل بدیم. وقتی به احساسات درونیمون شکل میدیم، اونا قابل لمس میشن برای ما و دیگه یک مانعی بین ما و دنیای بیرونی نیستند. معمولاً افرادی که درگیر ترومای کودکی هستن، این مانع درونی باعث میشه که نتونن خیلی خوب با افراد بیرونی ارتباط برقرار کنن و وقتی که ما بتونیم این احساسات رو از طریق سفال شکل بدیم و بهشون جسمیت ببخشیم، میتونیم از اونها عبور کنیم و در نتیجه روابط ما هم بسیار تغییر میکنه و دنیای بیرونی و درونی ما به شکل دیگه‌ای در میاد.